کاش که از این خانواده های دزد، قاچاقبر، جنایتکار یک برادرش، یک بچهش کشته میشد، باز اینا بعد از اون میفهمیدن که گپ چی است. متاسفانه اینا پول دارن، اینا ارتباطات دارن، اینا شناخت دارن، اینا با شبکه‌های استخباراتی وصل هستن. و مجردی که صاحب طالب بیاید، پیش از آمدن طالب اولادا و زن و فامیل خود رای کردن، بعد از اون خودشان فرار کردن، حال در اروپا آمدن چند تا بچه احساساتی را پیسه میتن که شما مسائل قومی را دامن بزنید، شما مسائل سمتی را دامن بزنید، شما مسائل مذهبی را دامن. این راه حل مسئله قومی افغانستان نیست. مسئله قومی افغانستان را پیچیده تر میکنن، مشکلات افغانستان از اون جوانب میکنن و ما را از حل عادلانه و دموکراتیک دور میسازن. بنابراین این عناصر خائن ما دیگه باید چانس ندیم، اینا را به زبالدان تاریخ بسپاریم. اینا هر قدر که مرا داو بزنن بگذارن داو بزنن. حتی چند وقت پیش تهدید به ترور کردن. من هر نوع فشار قبول میکنم، ولی برگشتی از اینا را به قدرت به نمایندگی از قوم خود، به نمایندگی از مردم افغانستان قبول ندارم. این را جنایت میدارم، این را خیانت میدارم، این را عقبگرد و بازگشت به عصر وحشت، به عصر ترور، به عصر پولشویی، به عصر بالاخره بداخلاقی و به عصر جنایات و جرایم سازمان یافته میدم. و امیدوارم کاش